سلام به همگی. توی این ویدیو قراره درباره یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم. خواب با کیفیت. اگه شبها سخت خوابت میبره یا صبحها خسته از خواب بیدار میشی، این ویدیو دقیقاً برای توه. پس بدون معطلی بزن بریم ببینیم چجوری میتونیم بهتر و عمیق‌تر بخوابیم. مورد اول تنظیم ساعت خواب هستش. سعی کنید هر روز توی یک ساعت مشخصی بخوابید و بیدار بشید. این کار به تنظیم ساعت بیولوژیکی بدنتون خیلی کمک میکنه. مورد بعدی محدود کردن مصرف کافئینه. از قهوه، چای و نوشابه حداقل 4 الی 6 ساعت قبل خواب دوری کنید. مورد سوم اجتناب از غذاهای سنگین قبل از خواب هستش. غذاهای سنگین و چرب رو نزدیک به تایم خوابتون نخورید و سعی کنید شامتون رو سبک و حداقل 2 الی 3 ساعت قبل از خواب بخورید. مورد بعدی ورزش کردن. فعالیت بدنی منظم خیلی خوبه، اما نزدیک به تایم خوابتون از ورزش‌های سنگین دوری کنید و بذارید بدنتون آروم باشه. مورد بعدی کاهش استرس و اضطراب هستش. تکنیک‌های مدیریت استرس مثل مدیتیشن یا یوگا میتونه به آرامشت خیلی کمک بکنه. مورد بعدی نور طبیعی در طول روز هستش. سعی کنید بیشتر تو نور طبیعی قرار بگیرید تا بدنتون بفهمه که کی روزه و کی وقت خوابه. مورد بعدی محدود کردن زمان استفاده از گوشی و صفحه نمایش ها هستش. قبل از خواب از گوشی، کامپیوتر و اینجور چیزا دوری بکنید و حداقل 1 ساعت قبل از خواب اینجور وسایل رو کنار بذارید. و اگر که دیگه کارتون خیلی اجباری بود، سعی کنید از عینک‌های بلوکات استفاده بکنید تا به چشمتون آسیبی نزنه. مورد بعدی ایجاد یک روتین قبل از خواب هستش. فعالیت‌هایی مثل روتین پوستی، خوندن کتاب، گوش دادن به پادکست یا یک موسیقی ملایم قبل از خواب میتونه بهت کمک بکنه که آماده خواب بشی. مورد بعدی استفاده از تکنیک‌های تنفس هستش. تمرینات تنفسی عمیق میتونه به کاهش استرس خیلی کمک بکنه. مثلا تکنیک 4-7-8 رو امتحان بکنید. به این صورته که 4 ثانیه نفس میکشید، 7 ثانیه نفستون رو نگه می‌دارید و سپس 8 ثانیه نفستون رو به بیرون میدید. مورد بعدی اجتناب از خواب‌های روزانه طولانی هستش. خواب کوتاه در طول روز خیلی خوبه، اما خواب‌های طولانی میتونه شب‌ها به خواب رفتن رو سخت بکنه و سعی کنید خواب‌های روزانه‌تون رو به 20 الی 30 دقیقه محدود بکنید. مورد بعدی توجه به دمای اتاق هستش. دمای اتاق خواب باید بین 16 تا 20 درجه باشه. دماهای خیلی گرم یا خیلی سرد میتونه خوابتون رو مختل بکنه. استفاده از تشک و بالش مناسب. تشک و بالش مناسب انتخاب کنید که با نوع خوابتون سازگار باشه تا راحت‌تر بتونید بخوابید. مثلا من خودم یه بالشی دارم که اگه اون نباشه اصلا نمیتونم بخوابم. مورد بعدی اجتناب از مواد محرک هستش. چیزایی مثل الکل یا مواد مخدر رو قبل از خواب استفاده نکنید، چون این مواد کیفیت خواب رو به پایین میارن و بهتر اصلا کلا نباشن. استفاده از مکمل‌های گیاهی. چای‌هایی مثل بابونه یا مریم گلی خواص آرامش بخشی دارن و میتونن به بهتر خوابیدنتون خیلی کمک بکنن. مورد بعدی گوش دادن به موسیقی‌های آرامش بخش هستش. موسیقی‌های ملایم یا صداهای طبیعت قبل از خواب فضای آروم رو برای استراحتتون ایجاد میکنن. امیدوارم این نکات بهت کمک کنه که شبا راحت‌تر بخوابی و صبح با انرژی بیدار بشی. اگه این ویدیو برات مفید بود، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی. اگه چنل رو سابسکرایب نداری، حتما سابسکرایبش بکن و نظرت رو توی کامنت‌ها برام بنویس. تا ویدیوهای بعدی، شبات پر از آرامش.